در باغ حیوانات برونکس نیویورک یک باغ دینозаврҳо ساخته شده است و اگر شما میخواهید که بچه هایتان با شکل های دینозавری که در این سرزمین چندین هزار سال پیش زندگی میکردند شناس کنید، امکانیت خیلی خوب است. این دینозаврها ساخته هستند اما خیلی واقعی مینمایند. این دینозаврها رو وقتی که با دستتون حرکت میکنید چشماشون کامera دارد و اونا هم به حرکت میدارند و صدا میکنند. این دینозавр نامش مامینچیساروس بوده است. گردنش در روزش بینید مثل ژراف است. زرافه. این دینозаври بدهیبت مثل گاوای هندی است. این دینозаври پشمدار یعنی مویدار با پاپوگای مانند است. عجایب عجایب. زندگی همیشه در نبرد است. این دینозаврها هم همدیگرش میخوردند. دینозаврهای خشین.
این دینازاور گردن‌دراز بینید رنگی ژراف است اینم. It's very cool, and it's very impressive that they built this. Yeah, it's very cool so far, and so far it's really good. شاهی دینازاورها تیرکس نام داشته است. بچه‌های دینازاور، فرزندای دینازاور. انا این تنانتاساوروس بوده است و این دینازاورهای پردار دینو نوچوس نام داشتند. دینو نوچوس. با همین سفر ما در عالم دینازاورهای باغ حیوانات برونکس به انجام رسید. در این گوشه در شکل‌های گوناگون مجسمه‌های دینازاورهای مختلف جمع‌آوری شده‌اند. این مجسمه‌ها واقعاً واقعی به نظر می‌رسند و برای بچه‌ها کمک می‌کند که از تاریخ طبیعت این سرزمین بیشتر آگاه شوند. برای بچه‌ها دیدن این دینازاورها خیلی جالب است و به من هم همچون یک کلانسال دیدن آنها خیلی جالب بود. حتما بچه‌هاتون در وقتی تابستان بیارید پشیمان نمی‌شوید.